گربه‌سانان زیرشاخه‌ای از گوشتخواران هستند که گونه‌های جانوری بسیار متعددی را در بر می‌گیرند. هنگام شنیدن نام گربه‌سانانی چون شیر، پلنگ، ببر و غیره، ذهن به سمت قدرت و درندگی آنها می‌رود. اما تا چه اندازه نسبت به گربه‌سانان شناخت دارید؟ در این ویدیو 5 تا از خطرناکترین و بزرگترین گربه‌سانان را به شما معرفی می‌کنیم که شماره 1 این مجموعه خطرناکترین و بزرگترین گربه‌سان در جهان محسوب میشه. پس با ما تا آخر ویدیو همراه باشید. شماره 5 جگوار. وزن 53 تا 148 کیلوگرم. طول جگوار با احتساب دم 260 سانتی متر. ارتفاع 63 تا 76 سانتی متر. سرعت 80 کیلومتر در ساعت. جگوارها بزرگترین و خطرناکترین گربه‌سان نیمکره غربی جهان محسوب می‌شوند که دارای آرواره‌های ترسناک و قدرتمندی هستند. جگوارها در کشورهای کاستاریکا، آمریکای جنوبی، برزیل، مکزیک و غیره زندگی می‌کنند. همچنین بد نیست بدونید که کلمه جگوار از واژه بومی یاگوار به دست اومده. یاگوار یعنی آن چیزی که میتواند با یک جهش به کسی صدمه بزند. واژه‌ای که درندگی جگوار را به خوبی میتواند توصیف کند. شماره 4 شیر. وزن میانگین 190 کیلوگرم در شیر نر و 127 کیلوگرم در شیر ماده. طول میانگین با احتساب دم 170 تا 250 سانتی متر. ارتفاع حداکثری 110 سانتی متر. سرعت 80 کیلومتر در ساعت. شیر آنچه به عنوان سلطان جنگل شناخته می شود از مشهورترین حیوانات جهان است که به لطف فیزیک و فرم بدنی خود از قدرت و کارایی بالایی برخوردار است. جالبه بدونید که طول شیرها پس از به دنیا آمدن پوستی خالدار دارند که این خالها با گذشت زمان کمرنگ و در نهایت محو می شوند. در حال حاضر کمتر از 20,000 رأس شیر در طبیعت باقی مانده که عمدتاً محل زندگی آنان در کشورهای آفریقایی است. حیواناتی که روزگاری در ایران زندگی می‌کردند و با نام شیر ایرانی شناخته می‌شدند، اما متأسفانه به غیر از نامشان اثر دیگری از آنها باقی نمانده است. اگه تا اینجای ویدیو رو تماشا کردی، لطفاً این ویدیو رو لایک کن و تا آخر ویدیو همراه ما باش. شماره 3 ببر بنگال. وزن حداکثری 388 کیلوگرم. طول ببر بنگال با احتساب دم 370 سانتی متر. ارتفاع حداکثری 110 سانتی متر. سرعت 56 تا 64 کیلومتر بر ساعت. ببر بنگال از خطرناکترین شکارچیان شب زنده‌دار در دنیا است که پس از ببر سیبری از نظر اندازه در نوع خود بزرگترین هم شناخته می شود. محل زندگی ببر بنگال در کشورهای شرقی چون نپال، هند و بنگلادش است. ببر بنگال حیوان نماد ملی کشورهای هند و بنگلادش است و حتی روی اسکناس‌های کشور بنگلادش تصویر این حیوان به چشم می‌خورد. ببرهای بنگال صرفاً از نظر جثه و قدرت زیادی که دارند عمدتاً به دلایل زیست محیطی در خطر جدی انقراض قرار دارند. شماره 2 ببر سیبری. وزن حداکثری 384 کیلوگرم. طول ببر سیبری با احتساب دم 348 سانتی متر. حداکثر ارتفاع 110 سانتی متر. سرعت 80 تا 96 کیلومتر بر ساعت. ببرهای سیبری جزو بزرگترین گربه‌سانان در جهان محسوب می‌شوند که دارای پوست بسیار منحصر به فردی هستند. ببر سیبری غالباً در کشورهای آسیایی چون شمال چین، شرق روسیه، غرب مغولستان و گاهن کره شمالی یافت می‌شود. از مشهورترین صفات ببرهای سیبری می‌توان به استقامت بدنی و قدرت بی‌نظیرشان اشاره داشت. ببر سیبری را میتوان قوی‌ترین گربه‌سان جهان معرفی کرد که در فهرست خطرناکترین حیوانات دنیا هم قرار میگیرد. شماره 1 لایگر. وزن میانگین 360 کیلوگرم. وزن حداکثری 418 کیلوگرم.
طول لایگر با احتساب دوم بین 300 تا 370 سانتی متر. حد اکثر ارتفاع 165 سانتی متر. سرعت 80 کیلومتر بر ساعت. لایگر که به عنوان شیب‌ابر نیز شناخته می شود، بزرگ‌جثه‌ترین گربه‌سان در جهان است که رکورد اندازه بزرگش در گینس نیز ثبت شده. لایگر نوعی حیوان دورگه است که از آمیزش شیر نر و ببر ماده حاصل می شود. این حیوان چند صد کیلویی در بزرگسالی نیاز به تغذیه 23 کیلوگرم گوشت خام در هر وعده غذایی را دارد. البته لایگر به دلیل دورگه بودن بزرگترین گربه‌سان جهان شناخته نمی شود و در بسیاری از مطالب معمولاً ببر سیبری را بزرگترین گربه‌سان دنیا می دانند. همچنین بد نیست بدونید که در صورت آمیزش شیر ماده و ببر نر، تایگون یا ببشیر حاصل می شود که از لحاظ جثه به بزرگی لایگر نیست، اما یکی دیگر از بزرگترین گربه‌سانان جهان به شمار می رود. از اینکه تا آخر ویدیو رو تماشا کردید ممنونیم. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و برای آگاهی داشتن از زمان انتشار ویدیوها زنگوله کنارش رو هم فعال کنید.